السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، مهمانان گرامی قدر. اولا ما شما عزیزان به مناسبت فرارسی عید قربان که یکی از عیدهای بزرگ اسلام در شریعت به شمار می رود، اولا تبریک و مبارکباد میگیم. الله سبحانه و تعالی البته این روز خرسندی را به کل خاندان ما شادی و در خاندان ما و شما فیض و برکات، دبستخان پر برکات، عمرهای پر برکات و انشاءالله خدا خواهد این خرسندی ها سالهای بسیار 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 الله سبحانه و تعالی ما و شما را مناسب بگرداند انشاءالله خدا خواهد. عید میخوانیم. همین عید از آن من واجب است طبق فرمان الله سبحانه و تعالی. خدا سبحانه و تعالی برای پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم مخصوص همین مبارکه سوره را نازل کرد. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم قاسم گفتگی فرزندشو از دنیا گذشتن، 3 بچه دارد پیغمبر علیه السلام: قاسم، طاهر، ابراهیم، و 4 دختر دارد: فاطمه، ام کلثوم، رقیه از زان من. یعنی 4 دختر داره، 3 فرزند. همه بچه هاش در کودکیش وفات کرده هستند رسول الله صلی الله علیه و سلم. حتی که بعضی هاش 2 ماهه بودن، بعضی هاش 2 ساله بودن. آخرین وقتی که طاهر از دنیا میگذرد، این قومی سخته، قومی بدبختی مشرکای عرب پیغمبر صلی الله علیه و سلم طعنه میزنند. میگن که میآید یک واعل گفته که بدبختی ملعون پیشی پیغمبر میاد، میگه اکن تو ابتر هستی. ابتر معناش دنبریده هستی، بعدی وفات تو از نسل و نسب تو هیچ کس نمیموند. رسول الله خجالت میشود وقتی که ما اگر یک فرزند از دست بتیم، یگان کس یک طعنه میزند، 1 بار مرده زنده میشه. پیغمبر میگه سر فرود رفت، بسیار غمگین شد. الله سبحانه و تعالی پیک رحمان جبرائیل امین بانگ زد، زود نزد محمد رست. میگه نزد رسول اومد، همین آیت مبارکه را تلاوت کرد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العظیم. یک بار میگه رسول الله سرش برداشت و تبسم کرد، در لباش خنده دوید. صحابه رسول الله دیدن بسیار دلگیر بودن، میگه خرسند شدن. گفت میدانین، گفتن ای اصحاب من، الله من مسرور کرد، الله من امروز خرسند کرد. گفتم باعث خرسندی چیست؟ خدا با من وعده میکند که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا اعطیناک الکوثر. ای محمد تو دلگیر نباش، من بر تو علاهده یک حوض دادم که این حوض 28 قولی مفسرا هست، بهترین صحیح قولش میگه در جنت برایت یک حوض دادم که پگه امتات از همی او انشاءالله برخوردار میگردونی، میتیش امتات انشاءالله خدا خواهد. بعد این گفت میگه فصلی، نماز عید قربان بخوان. گفت وانحر، بعد نماز خونده شدن گفت قربانی کن. عزیزان من، همین آیتی مبارکه حکم به چی دارد؟ به انشاءالله اجرا کردن قربانی است. پس نمازی گفت عید بخوان، بعد نماز محمد گفت چیکار کن؟ یعنی قربانی کن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم 23 سال دعوای پیغمبری کرده هستند، 23 سال فقط. 10 سالش در مکه مکرمه گذشت و 13 سالش در مدینه منوره. 10 سال میگه پیغمبر علیه السلام
به یگان ایستادن، قربانی کردن. حتی برای امتاش پیغمبر صلی الله علیه و سلم قربانی کردن. برای ما و شما که آیا نتوانن اومدن، من از جانب شما قربانی میکنم. ببینید پیغمبر مشفق است. پیغمبر ما و شما را دوست می‌دارد. ما اقلا ذره واریم بعضی همون دوست نمی‌داریمش. ذره واریم به خاطر محمد سنت های پیغمبر علیه السلام به جا نمیاریم. محمد تا زنده بود حبیبی ودود، در غمی آسیانی امت بود. تو وقتی رفتن حبیبی آزاده، امتی گفته جان داده. من پیغمبر علیه السلام تا زنده بود فقط امت میگفت. ما و شما را آرزو میکرد. در حق ما و شما چندین دعاها کرد تا دم مردن شد. حتی اینکه مرد میگد، حضرت علی میگد در قبر گذاشتیم، وقتی جان آخرینش بود امتی گفته میگد جان داد. در قبر موندمش، گفتن لبای محمد پچراس میزد، گوش میگد در لبش موندم امتی گفت. وقتی رستاخیز شود آغاز، امتی گفته خیزد باز. فقط وقتی که حشر می شود روز قیامت، اولین شخصی که از خاک سر می بردارد محمد علیه السلام است. جبرائیل و میکائیل و اسرافیل می اومدن سری قبری رسول الله صلی الله علیه و سلم می گفتن محمد خیز، وقت شد. آواز نیست. میگد محمد از جاد نمی خیزی، آواز نیست. این گفت نه نخیز. جبرائیل گفتن جبرائیل جان، تو که تی گفت دوست بود در دنیا تو را اخی گفت، آخه تو بانگ بزن. گفتن خیز، قیامت شد، آواز نیست. خیز، هیچ نیست. آخر گفت که محمد وقتی حساب کتاب امتا شید و امتی، گفته میگه محمد از خاک سر میبردارد. بینید حتی محمد میگه تا یک امتی من اگر در جنت داخل نشد من جنت نمیدارم. بینید همچنان پیغمبر مشفق داره. خدا در دام آیت میگه این شانیک هو الابتر. ای محمد دشمنای تو دنبال شدگی. این ابو لهب ملعون، این مشرکای عرب بعدی که از دنیا میگذرند فقط آدما به ملعونی یادشو میکنن، به لعنتی یادشو میکنن. یکی من تو میدانی گفت محمد در دمگه خودم جاد دادم، در بالای عرش نیستش دیگه عزیزانی من. لا اله الا الله محمد رسول الله. من در اذان ترا گفت بانگ میتیم اشهد ان محمد رسول الله. خطیبای اماما بالای منبر میبراین بنامیت انشاءالله خدا خواست صلوات میگوین و در نماز میشینن اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. تا قیامت من محیبای تو را زیاده میکردم. محمد تو خاطر جمع باش. میگن محمد خرسند شد، شاد شد. عزیزانی من ببینید به خاطر محمد الله سبحانه و تعالی چی خدمتای بکم و کوس کرده است. بنامش اللهی در قرآن محمد سوره هست. عزیزانی من در حدیث مبارک رسول میگن که 124,000 زیاده پیغمبر گذشت، همه پیغمبرها را میگه زیبش محمد صلی الله علیه و سلم است. 12 ماه هست، میگه 12 ماه از زیبش ماه رمضان است. ببینید روزها 7 روز خدا روز داد، بهترینش میگه زینتش جمعه است. عزیزانی من ببینید 104 کتاب داد، بهترینش میگه چی است؟ قرآن عظیم الشان است. عزیزانی من قرآن عظیم الشان بهترین. ببینید نزدیک